بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانبخش جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. و خدا شکر بیادت الحمدلله که در این روز مبارک حج المساکین خداوند دیدار یکدیگر دیدن مناسب دید. الحمدلله تنی صحت داد، خاطر جمع و شما عزیزان یک ساعت مقرری انشاءالله صحبت بکنیم. اگر خداوند خود زبانی بلوکیت انشاءالله ذهن ما را شاده بگردوند انشاءالله خدا خواهد به شما عزیزان هم صحبت بشیم. البته این دنیای گذرواست عزیزان من. هر روز یک قدم به مرگ انشاءالله خدا خواهد یعنی چیکار کردیم نزدیک شده. هفته ها سال علاج نیست. خدا خواهد روزی می شود مجبور انشاءالله خدا خواهد این دنیا را ترک میکنیم. لیکن دنیا را ترکش با آبرو خدا خواهد انشاءالله به یک چهره شاده باشد و خدا خواهد انشاءالله چی میشد؟ زیبا میشد. چون این دنیا چندین هزارها آدم ها را به قتل رسانده است. زندگی نبندد دل بر دنیا هر کی برد است، که دنیا جملگی اندوه و درد است. و گورستان نظر کن تا ببینی که دنیا با عزیزان چی کرده است. یک قبرستان زیر بدید انتهای نماز انشاءالله یک قبرستان را تماشا کنید. چندین بزرگا، چندین عالم‌ها، چندین ظالم‌ها، چندین بی خداها، چندین ایماندارها الحمدلله انشاءالله زیر خاک است. این دنیا به یگان کس یعنی چی؟ انشاءالله خدا خواهد جاوید نمیماند. اگر دنیا با کس میکرد وفایی نمیکردن میگه حضرت از دنیا جدایی. اگر دنیا وفا میداشت پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در 63 سالگی نمیمردن. پیغمبرم انشاءالله چی بود؟ 63 سال عمریدن. اگر دنیا با کس میگه پاینده میبود تا این دم محمد زنده میبود. اگر دنیا یگان کس خدا پاینده میبود و این دنیا فانی شونده نمیبود و دنیا ملعون نمیبود، گمشونده نمیبود، محمد علیه السلام تا این روز زنده بود. از همین همه عبرتی که امروز از سحر است الحمدلله خدا خواهد دنیا ترک میکنی. چی نماز میخونیمی نمیخونیمی، چی عبادت میکنیمی، چی گناه میکنیمی، نوبت که رفتن میگیری. خدا خواهد چون که جزا مقرر قانون استوار انشاءالله خدا خواهد قانون خدا هیچ وقت دیگرگون نمیشه. قانون خدا خواهد 1500 سال پیش پیچت شده است. قانون که موافق جزات میگیری خدا خواهد انشاءالله. خدا وعده میکنه نستعیذ بالله و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همینه در پیشتاک خونه نیستمون. اگر ذره میداری چی هست؟ میزند خونه میروم وقتی که شوله افتاد یک ذره پیدا میشه بود انامین واری هم نردی کنی میگیری جزاش مکافات شد. انامین واری بعدی کنی میگیری یا نبود. خدا هم خیلی خدا است. روزایی نیست که ترا اتر فلان چی بود اپت فلان چی بود میبخشن نگذن. نه خدا تا اپت نمیشناسه، اتت نمیشناسه، تا اکت نمیشناسه. خدا هم خیلی عادله که عادلانه حکم میکنه. حجت فقط کردی. حجت فقطش کردن فرشته حجت فقط خودش. هر یک عمل تا نیسته هر یک عکس تا برشه پیچه کرد. ارخیف خدا را هیچ کس کشته نمیتونه. ارخیف دوتا ویروسه. ویروسی ثواب، ویروسی گناه. چقدر ثواب زیاد کنی ویروسی گناه کم میشه، چقدر گناه زیاد کنی ثواب تا ویروس میخوره. یعنی انشاءالله تا روز که چند قدر خطا کردی اگر ویروسی خدا خواهد انشاءالله چیه؟ ثواب زیاد کرد، ویروسی گناه تا کم کرد. این لام پیش الله جواب میدی.
سوال دادم به بچه‌ها درباره انشاءالله دجال اخبار دادم. خدا خواهد انشاءالله من از کتاب حدیث‌های صحیح انشاءالله خدا خواهد جمع کردم و بس همه شما عزیزان انشاءالله یه صحبت میرسونیم. سبب که دجال روزی میشود میآید روی دنیا. البته دجال ملعونی مرجوم مردود بدبخت بسیار انشاءالله مسلمان را آزار میکرد. در این باره پیامبر علیه السلام صحابان نقل کرده دادن. همین نقل انشاءالله بس همه شما میرسونیم انشاءالله خدا خواهد. رسول الله صلی الله علیه و میگه روز خطبه خواندند. در وقتی خطبه خواندن میگن اصحابشون میگن آگاهی دادن و گفتن شما کمی گفتن خاموش بستین، کمی آرام بستین. من با شما گفتن یک حکایه رو برای شما کردیم. ببینید گفتم من در حق دجال با شما معلومات میدیم. معنای دجال در اسلام یعنی شخصی مکار، فریبگر، شیطان دجال میگن. چون که بالکل شیطان ها وقتی که دجال میگوید 100% زیر تصرف شیطان کار میکنن. این مکار این بدبخت انشاءالله روی دنیا را بغیر از مکه و مدینه همه دنیا را میگیرد. همین شور میآید بدی که بغیر مکه و مدینه بود تصور که همه دیهات همه شهرها را چکا میکنن چرزده میبرد. و مثلا سوال گفتن که روز میشد دجال خروج میکند که همین میگه دجال از قوم یهود میبوده. پیغمبر اسلام گفتن همون دجال گفتن از قوم یهودا میبوده است. ببینید نعوذ بالله خدا نگه دارد. این دجال گفتن پیغمبر علیه السلام دعوای خدایی میکند. در روی زمین میگه که من انا ربکم، من خدای شما هستم، من ده اطاعت کنید. من اومدم شما خدا میگفته من خدای شما هستم. گفت دعوا میکنه. یک صحابه برخواست گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا از نشانه های صفت های دجال برای ما معلومات دهید؟ از نشانه هاش از صفتاش برای ما چی گفت معلومات دهید؟ تو اینکه گفت ما با دیدن برابر گفت شناسید که همین دجاله. تا دیدن زمان گفت که وقتی که پیامبر اسلام اکنم 1000 سال پیش بس کرا صفت دادا همین دجال گفت ما شناسید. پیامبر صلی الله علیه و صفتی چیه دجال نقل کردن. چون گفتن که دجال گفتن اگر من برای شما برابر بیان کنم و دیدن زمان دجال شما فهمید گفت صفتش گفت همین است که موهای شیطان گفت موهای دجال گفت جنگلک است. شیطان چی بوده است؟ دجال جنگلک مو. و گفتن یک چشمش گفتن کور است. در بعض روایات گفتن پیامبر السلام یا چشمی چپش یا چشمی راستش چیه گفتن کور است. و گفت دعا میکند که من خدای شما هستم. و اوش گفت در عقیبش گفت بستگی است. مثل این موزه تمپا هست در تلویزیون رو میبینید موهاش در پیش بستگی. این در نشانه هم تشبیه به دجال بزرگ دارد. نه که موی سر پیش بسته نکه موی سر مونده خواب سنت موی سر مونده سنت پیغمبر علیه السلام و موی سرش فقط تا کتفاش بود خلاص. بعد روایت تا گوشاش بود. پایون مثل زنها موی دراز نداشت که تو تشبیه خدا خواهد و رسول را کنید. یا که موی سر بالکل گرفتن سنته بالکل گرفت. چون که وقتی که موی سر میمونی موی سر هر روز با شامپو شدن نکن. در دنیا با جمدو نکن نگه. او ریشامونده سنته هر روز شونش کنید. هر روز شامپو کنی مشکلیش کنید. از چهره زیبای ریشت آدم رو حواس کنن. بیا من رو ریش کنم. نفرت نکنم. زیبا شد انشاءالله خدا خواهد.
وقتی که موده موی سلمونی نمیبروه بالکل گیرش امروز این موی سلای نمونی کنی تشبه بالی کفره من تشبه بقومی فهو مین امروز کسی که کش مونده کش کوفته کنه دیلش کنه بالاش کنه بطرش کنه و سنت نیست پیغمبر اسلام در حدیثی صحیح است یک کودک دیدم که در کوچه یک قسمی موی سرش گرفته یک قسمش مونده عربا اینا قزع میگن و نها رسول الله عن القزع پیغمبر از قزع نسبی موی سر گرفتن نسبش موندن من کردم گفتم نه که بچه میکنه از موشیما این یکشه میمونه پیشتاشه میبینه و کی مونه کرده زرکه خیلده بروسی کردید کدام یک یهودی دختمو نداره با میگه بعد من فقط با ابوبکر نشدم با عمر نشدم فقط با عثمان نشدم با محمد صلی الله علیه و سلم حشر میشه محمد کرده میکنه نکیل کنه موی سرش گفت در پیشش بستگی از گفت در پیشانیش گفت کافر گفته نیستگی است سه تا حرفای کلون کتی که فعله اگرچه آدم به علم دیدن زمان میدونست است که کافر نیستش دیگه است تمام گفت دنیا را فساد میکند بغیر از مکه و مدینه بغیر از مکه و مدینه تمام دنیا را از آن من احاطه کنه میگیرد از این گفتی پیغمبری بزرگوار بلکه و خدا خواهد جای ما هم میآید بینید همه مگه زیر تصرف این دجال قرار نگیرند پیغمبر علیه السلام همه که مگه شهر و دهاته که وارد میشدند تمام زنها را تجاوز میکرد زنها دخترها را تجاوز میکرد بدبخت خدا زده همه را راه فساد خلافت میبرد و آنها را میگن دعوت میکند که من خدای شما هستم کسی که اطاعت کند نجات میدید نکنه گفتم عذابش میکنه و این چونین گفتم در دو طرفش دو تا کوه دارد در دو گفت دستش در دست راستش جنت پر از میوه و باغ و زیبایی و در طرف دستی چپش گفتم دوزخش است عذاب و مار و کجدم است کسی که میگد اطاعتی اگر من کند و جنت میدارم مشنید باغم اطاعتی من نکند به دوزخ میپرتامش خدا نگه داره که ما سخنی اون بدبختم لبیک نگوییم این نشانه ها را در خاطر بدار اگر خدا بخواهد سحر نبرد این علم غیب الله هست الله که که بخواهش بولمدن بگیره ایمانو تو نوه بسه همین پیامبر سنده ما شما را آگاه میتیم که همین نشانه ها را دیده شناخته اطاعت نبیگر که بکشته پاره که نکنه چه الله نکی کنه رسول گفتم وقتی که شما را دعوت کنه که اطاعت کنی با جنت میدرارمد سرکشی کنی با دوزخ میدرارمد شما دوزخ اختخاب کنه که و جنت است همون دوزخ رضای خدا است من علیه السلام شما گفتم دوزخ نشما اطاعت نمیکنید تو برنامه دوزخ نپرد دوزخ چه انتیار کرد و جنت است انشاءالله خدا خواهد بینید این میآید این زمان خدا خواهد انشاءالله این ملعون انشاءالله همه ما شما به چکار میکند حجوم میکند هر هنری که دارد صرف میکند یکی از نشانه هاش میگه اگر آسمان بارون باید میبارید همه این روی زمین در زیر تصرف دجال میشده است و همین درجه خلافت انشاءالله یکی از نشانه های دیگرش میگه دریا را نگفته پیش دریا میگفته این دریا میگفته آنچه که بایگری داری از طلا و نقره و بریلیانت همشه
بیرون پرتاب. تمام بحر چیکار میکرده است؟ همون انشاء چیزای قیمت بهاش میپردازه است. چون که در بحر چیزای قیمت بها قرار دارد. خدا سبحانه و تعالی سوره الرحمن را بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. این بعد آدم ها دونسته و دو بحر دومده نقره و طلا و مرجان گفته شده است. این وعده خداست. میگه ما دو بحر آفریدیم، یکیش آب شیرین، یکیش آب تلخ، و در این ما پرده کردیم که هرگز اینا به همدیگرش آمیخته نمیشوند. و در زیر این بحرها ما چی طلا و نقره را آفریدیم. همین دریا تمام این طلا و نقرهش در روی زمین میپرداخته است. در جا گفته است که از عقیب من رگرد. تمام این طلا و تنگا و ما شما طلا من ایدان میرد کرد. اون زمان همین پولش نشونت یا دیده دار بگیره لحظ بخواد. کجایی که روی تمام دنیا نگید میگشت از طلا و تنگا از عقیبش. یک نشانش انشاءالله. دیگری نشانش گفتن پیش یک مگر یهودی میرود، پیش یک یهودی بچه میرود. چی نگفتن؟ میخواهی نگفتن من پدر مادر تا زنده کنم. میخواهی من پدر مادر تا زنده کنم. نگفتن آره نگفتن اگر پدر مادر تا زنده کنم تو به خدا بودن من باوری میکنی؟ مهر زیاده میشن. نگفتن آره زیاده میشن. همون دار میگه شیطان ها در زیر تصرفش کار میکنن. یک شیطان هم میگه صورت پدرش شو، یک شیطان این ملعون هم میگه که تو صورت مادرش شو. صورت پدر ماشمی آدرس میگه من پدر مادر تا یک گور زنده کرده آورد. من این پدر تست آوره پدر نه همین مادر دست گرزم. او پدر مادر نیست که بچه دار همین خدا به سجده که همون خدایی که میگفتی که خدا های همین خدا سجده نکرده است. این هنرها همشه در بوله مو شما میگه. این از این خداوند یک پارچه داستانها را پیغمبر بیان کرد که همین حالتها بسر شما ممکن میآید. ممکن پدری من تا بیدار بکنم مادر بدن شیطان رو نمی اندازد میگن من پدر دست من دست دمی مردن تمام خیلی انسان دمی مردن شود شیطان ها به دو صورت پدر و مادر می اومدن. میگفتن بچه جان ما همه خطر کارو میکردیم، همه که خوندم، همه که پوشوندم، بگو که خدا نیست. بگو میفته عیسی بچه خدا. بگو در دمی مردن این ملعونا تا چی اندازه بسر ما شما حجوم میکنن. باید ما ایمان را مستحکم بگردنیم انشاءالله. خدا با طاعت عبادت کردیم. یکی دیگری نشانش میگه عزیزانی من بینیم یک دیگری صحابه خیز میگه پرسید یا رسول الله صلی الله علیه وسلم این ملعون گفت همین قدر گفت سحر و جادو دارد، همین قدر فسادا میکند، عمرش چند ساله است؟ چند ساله میکنه و ما بیان کنیم. پیغمبر میگه 40 روز گفتن عمر ببیند. دجال 40 روز عمر میدید است. یک روزش مانند 1 سال عمر میدید است. دویم روزش از من مانند 1 ماه عمر میدید است. سوم روزش مانند 1 هفته عمر میدید است. باقی مانده 37 روزش مانند همین روزها چیکار میکرد از حیات میبرد است. 40 روز حیات میبرد لیکن در مابین 40 روز اینه چیکار میکند؟ تمام دنیا را خدا قضیه تصرفش میگیرد. خدا نگه دارد. این ملعون تو همین درجه خدا قدرتش داره. هر زمانی که میخواهد میکند. برای شما پیغمبر چی گفت؟ این سال بیان کرد خدا انشاءالله. و آخر میگم من قصه بیان میکنم برای شما. وقت موزیک هست که وقت میشه داره. آخر میگم بعد دنیا نزد مکه میراد دیگر. بینید نزد مکه مکرمه وارد میشه.
مکه مکرمه میگه 70,000 شیطانا که دین لشکرهای دوزخیش که تی میگه ایحاطه میکنن مکه. همه خیلی مسلمان ها را آزار میکرد میگه. من یک دیه همه دومده است، یک دیه هم فقط نمازخانه مسلمان را دست همه قدر میگه آزارش میتید که تمام مالاش باد و اثر امر میکنن نیست و نابود میکنن قحطی با وجود میگه سخت آزار میتید میگه دی ایمان داره. وقتی که میگه نزدیک مکه میران میگه مکه را زمین جنبی میشان میگه همیشه زمین میگه سخت میجنبه که تمام منافقای مکه عزیزان من مکه را از منافقان تازه نکنه خدا. تمام منافقان نزد همین چی دجال میومدن لعب بکنه اطاعت میکنه با مسلمان ها جنگ اعلام میکنه. جنگ کردن بعد زوری مسلمان ها نرسیدن بعد امام مهدی هم الله سبحانه و تعالی میبوزید است. امام مهدی با همراهی مسلمان ها با دجال جنگ کردن بعد بسیار ضعیف میشن. نماز بامداد میشه میگه در نماز بامداد اکن صاف میگیرن که با امر الله سبحانه و تعالی عیسی علیه السلام در کنت دو فرشته دو دستکار در بالای دو کنت فرشته میگه پیغمبر علیه السلام با یک قهر و غضب میگه کعبه داخل میشه. حالی که نماز سر نشیده بود میگه یک باره آدما گشته میبینن میگه عیسی را میشناسن میگن ای مهدی عیسی اومد عیسی اومد. مهدی میگه خود سهل میشود ایمان حضرت عیسی را و یک انشاءالله گرم آغوش قبول میکنه میگه عیسی جان اکنون تو ایمان شد ایمان لایقی تو هست. عیسی میگه پیغمبر اسلام با بشی امت میآید پیغمبری صاف شدگی است. این امروز عیسی پرستا بعد چی نگفت داشتن وقتی عیسی بیاد که من بنده خدا امت محمد هستم این دعوایی که بدبختا میکنن که عیسی بچه خدا بچی بود جمعی آورد داشتن خدا نگه دارد. این عیسی خدا نیست این بچه خدا نیست. خوشی رو قرآن رو برنزن وقتی که میگه عیسی علیه السلام نماز ادا میکنن و مجردی میگه طرفی دشمنا طرفی دجال لشکرش که میبیند به نظرش افتیدن زمان نگر هر یک کافر مثل خاکستر میرزد. این دجال ملعون میشناسد نگر رو بگیر میکند. الله سبحانه و تعالی فرمان میتید دجال عیسی و قتل میرسد. عیسی علیه السلام و یک روایت عیسی 7 سال بعد پادشاهی میکند عزیزان من. 7 سال در روی انشاءالله خدا خواهد دنیا عزیزان من عیسی علیه السلام پادشاهی میکند و بعدی وفات کردنش عزیزان من عیسی علیه السلام قبرش در نزد قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم میشود. اونجا 3 کس خوابند محمد علیه السلام ابوبکر صدیق عمر و عیسی علیه السلام قبرش در اونجا میشود. روز قیامت گفتن ما 4 کس از قبر میخیزیم. الحمدلله عزیزان من ببینید ملعون تا چه اندازه انشاءالله خدا خواهد چی دارد مکر حیله ها دارد. پیغمبر گفتن که من گفتن از دجال دیدم با از دجال های امت میترسم. ببینید حتی لا یقوم الساعه حتی یبعث الدجالون کثیرا من القریب من 30. قیامت قایم نمیشه تا ما 30 دجال دیگر در این دنیا میاد. اکثرش آمده بود رفت. این دجالا چی دجال بودن؟ اینا دعوای پیغمبری میکردن. من کدام بود نه کدام وطن نام شده میگو معلوم بود که من پیغمبرم. اینا دجال است. اینا فسادکار است. ما چندین دجاله رفتن کدام که رای طاعت میگیرن کدام که رای
کنانی که برای اسلام محو کردن سعی کوشش میکنند باید دجال است. کسی که میخواد که اسلام خوبش کند و هم دجال است. من غیر الدجال اخوف علیکم من دجال ائمة المضلین. پیغمبر من بغیر از دجال با از دجال ها میترسم که علمای امتی من هستند. علمای امتی من که محراب میگه جایی امر و معروف، جایی نهی منکر است، جایی جنگ کردن با شیطان است محراب. لیکن آدم ها را راهگم میکنند. ولی هستن خلاقی علم ندارد، هیچی ندارد، دقیقه هم میگوید خدا نشد پیغمبر نشد. آدم ها را نگاه راهگم میکنند. یک آج نصوبت علماشان نره با نره اونجا از ره میدارد. خدا از این دجال را نگه دارد. ما کار کنیم که انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی عزیزانی ما راضی باشد. کار کنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز قیامت ما شما را چی باید امتم باید انشاءالله خدا خواهد. دجال خروجش بین شام و عراق هست. بین شام و عراق دجال انشاءالله خروج میکنه. جاش نامعلوم است. دجال امروز هست. دجال رسول الله صلی الله علیه و سلم در کودکی صحبه کرده است. این نصیحت شد. چندین سوال ها کردی تولی جواب دادگی نیستیم. بدبخت. من یک بودم. وقتی که حضرت عمر گفت اجازت بده بکشیمش، گفت که نه کشته نمیتونید. این اجلش اگر همون دجال باشد اجلش در دست عیسی است. پیغمبر 15 سال پیش اصل بشارت این دجال کشندش دادگی است. این گفت فقط عیسی میکشد. میگه جبرئیل اومد میگه گریفت پرتاخت، میگه یک جزیره. همون جزیره امروز منتظر فرمان خدا است. کدام روز انشاءالله خدا فرمانش بگه همه چیز به این الله میشد. اینجا بگو خودم اومدم با ایمان مشرف خودم شده بگوی الله اگر تو هدایت نکنه مشرف نمیشه. خدا قرآن دا بعدا میکنه دستعیز بالله من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. کسی که میگن هدایت میکنم راهگم زننده نیست. کسی را که راهگم میکنم و هدایت کننده شب نیست. عزیزان این هدایت راهگمی از جانب خدا است. خدا شما را خواسته است امروز مهمان الهی هستید. الحمدلله دیسکتیک نرفتید، توی فضا نرفتید، توی عرق توی خدا خواهد رقاصه نرفتید، بلکه کجا آمدید؟ پیش مهمان الله شدید. این هم باعث الله است. هزارها جوان هست امروز در شیعه زمین 8000 احوالی زندگی میکنند. از 8000 احوالی و الله علم باشد 1000 تاش عبادت کرد. 1000 تاش خود 7000 خدا نگه دارد. همین عزیزانی من از این دجال آینه تلا کن چی کن؟ خبردار کن. ما فقط از دجال علمی که نموندیم. اگر هر هفته روز جمعه سوره کهف بخونیم. سوره کهف خوندنش روزهای جمعه سنت است عزیزانی من. از جمعه دیگر خدا خواهد انشاءالله ما هم در مسجد نقایا را التماس میکنیم. خدا خواهد حساب میکنن تا انشاءالله خدا خواهد موعظه سرشیدن با خدا خواهد صدا بلند نکن. البته یک کس دو کس قاری ها سوره کهف تلاوت میکنن. همین سنت است. اکثر مسجد آواره شدم بعد مهمان شدم الحمدلله روزهای جمعه تا سرشیدن این موعظه صحبت علما هم عزیزان من سوره کهف تلاوت میکنیم. ما هم این سنت زنده نکنیم. خدا خواهد کسانی که خواهشمند هستیم 11 بیا انشاءالله خدا خواهد از این خدا خواهد بلبلای محمدی علیه السلام که چخ میکنن انشاءالله فایده بر ندانی همون ثواب بگیر انشاءالله. همین قاری اگر همه تلاوت کند فقط گوش کنی همون ثوابی که برای قاری داده میشد برای شما داده میشد. شما هم همون قاری یعنی سوره کهف ختم کردگی ثواب شد انشاءالله خدا خواهد میده. دویم نجاتش پیغمبر علیه السلام هر نماز
یعنی 4 دعا را پیغمبر علیه السلام میکرد. اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر. پیغمبر که پروردگارا پناه میبرم به سوی خودت از عذاب قبر. اللهم اینی اعوذ بک من عذاب جهنم. پروردگارا به تاجیکی گفتن که به زبان خودت خداوند ما پناه میبرم از خودت یعنی از عذاب دوزخت. این حبسخانه الهی است انشاءالله. و حبسخانه بلکه ما هم میدونیم اگر خدا اراده کنه، خدا نگه داره. از حبسخانه ترسیده هر روز دعا کنه. پیغمبر بهترین یک دعا میکنه. این دعا را افضل دعا خوبیش همین است. شرط نیست یکم ساعت دعا کردن. یک تا دعایی است که پیغمبر اسلام دائم دوست می‌داشت، دائم دعا میکرد. چی میگفت؟ سعید بالله همه میدونن. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. معنوش است پروردگار خدا جون میگه من در همه دنیا چی که خوبیه بده. ماشینا میتونی، زنی خوب میتونیم، دنیا میتونیم، مال میتونیم، حوله های خوب میتونیم بده خدا جان. همینه معناش همینه که همه این نیکی‌هایی که بتیم بخورم انشاءالله. و فی الاخره حسنه. پروردگار در روز قیامت همون جنتی که وعده کرده 8 جنت برای متقیان. ان للمتقین ازواج. برای متقیان زنهای دخترای جنت وعده کرده که عبادت طاعت من 70 دختر میتیم. و این چنین وعده کرده که دیدار من نشون میتیم. بهترین انشاءالله خدا خواهد در جنت نعمت دیدن خدا است. عزیزان من روز جمعه الله ما و شما را ضیافت می‌دهد. همه پیغمبرها یا روزی ضیافت می‌دهند. انشاءالله عالم کشیده تا خاتم محمد علیه السلام. روز جمعه اهل جنتی ها را الله مهمان می‌گیرد. الحمدلله. مجردی میگه سلامش است. شما در دنیا یک آرزو داشتیم ای بندگان من. ای آرزوتان چی بود؟ همه میگه دیداری خودت بود. یک بار مثل آفتاب میگه الله سبحانه و تعالی نمایان میشود که آدم ها از خوش میرسید. خدا را دیده همون نعمت را خدا نمایان سکن. بزرگان نگفتن بابا جنت در کار نیست، بابا دختری جنت در کار نیست، میوه جنت در کار نیست، بلکه دیدار و رحمت در کار است. بگیم که خدا بر رحمت بره. خدا انشاءالله خدا رحمتش نصر آواز کنه. این چنین میگه وقینا عذاب النار. پروردگارا ما را از آتش دوزخ خلاص کن. هر نماز هر دقیقه این دعا را کردن هر ملکه مبلای خدا کرد یک دعا که بگو همین بکنش چی باید بکنه. از این دعای خوب نیست در دنیا. همشه خدا میتونه. حتی حضرت علی گفتن کسی که زن ندارد همین دعا را دائم گفته گردد خدا زنی صالح هم ناصر میشه. حضرت گفتن که مقصد دنیا خوبش زوجه خدا جو، زوجه با تقوا و با ایمان است. چونکه زنی فرمانبرداری پارسا کنن مردی درویش را. اگر زن شیخ میگن خوب باشه نماز کن، حجاب کن، طاعت عبادت کننده خدا ترس باشه، پادشاه زندگی بدید. نه مسجد نموند، نه قرآن خوندن نموند، نه عبادت. دائم در خونه غیبت هم گم میشود. چونکه بحث علم میشود. ببینید امروز ما زنها و دنیا پرسته فقط بحث از دنیا میشود. از شما این مسجد میره میخوای بگو که من چند ساله مسجد میره یک بار زن سوالت کرد که همین مسجد ولی این همین مولا چی گفت؟ پرسیده خدا نگه داره میپرسن. چون که باید دست نگه میکنه باید خدا بگم چیزی تایی کلاش اگر دستت خدا خط پاکتک سیاه باشه بود بخنده نباشه اگر خواه داره چی گفت دارم ما چی آوردیده؟ سر تخیر هم جمعه میگم جمعه میگم اون بدبخت باید که جمعه را خدا خواهد روزی مقدس ایست کنند روزی مبارک ایست کنند. افسوس صدها افسوس که این چیزا می شود.
اینک شما تعلیمات میتین خلافت شما برین خلافت ایشون امروز زن نمیشون زن چندی شما سوال میتیم کوچانده میگم مرده که ننگم وای چی باید میآیا همه منطقه بشینن و شاید بردم پیش ها شد اما لا گفته ساخی تو خودت نمیخوای زن جنت برو تو نمیخوای که زنت شام روز خدمتت کنه نمیخوای اگر میخواستی اولی زن اولیو میشید ولی شور اولیو زن زیر میکرد اگر شما 30 ساله اگر خبر خدا بزنده میرسونی خبر خدا با بچه دختر میرسونی ولی سر سجده میدید به سجده ای دنیا نمیرسه به ایمان نمیرسه نه 18 و 23 جنازه خون رسید سر سجده ندیده خلافت انشاءالله ولی پگر روز قیامت محکمه سوشو ای گیده اونم بکپاری پل نیاده خدا خواهد خدمت نکنه اکش بگیری وقتی که خدا خواهد نماز نمیخونه در دنگت خواه به ناموساری خب نیست همینه مهری خدا جویی همینه پیغمبر خدا خواهد سنت زنده کردن همینه این دجال ابراه نکنش که برم امید داره خدا خواهد روزیش تو دجالی بود درباره دجال اخبارات بدش خدا خواهد کامل برای من زانی ما وقتم شد است انشاءالله خدا فرصت یک خدا خواهد جمعه دیگر هم صحبت میشیم انشاءالله جمعه دیگر ما بادا خدا خواهد یک جو تکلیف دارن یک مسجد خدا خواهد انشاءالله ما بادا اگر نریم خدا خواهد انشاءالله مسجد قاضیت خدا خواهد انشاءالله مسجد ها گیر گشتن نرکار بوده است خدا خواهد انشاءالله جمعه دیگر که جمعه بازم که میشد خدا خواهد اگر این بالا خدا خواهد پیش تکلیف کردن خدا خواهد علاج نبود چون که من شما رو وعده کرده بودم منافق میشیدم زیاد خدا خواهد باید قبول نکردم من انشاءالله هفته دیگر به دیگر مسجدان خدا خواهد صحبت کنیم خصوص مردم ها را بیدار کردن انشاءالله خدا خواهد خدا نصیب بلند نمریم انشاءالله باید خدا خواهد در این مسجد هم خدا خواهد خدمت میکنین انشاءالله برای همین خدا خواهد همه موی خبرها را به اهل خدا خواهد خاندان رسونیم فهمونیم انشاءالله و یارد امید دارم اگر نتونیم عکس برداری کنیم من خدا خواهد در یوتیوب سایت دارم صدای قرآن انشاءالله خدا خواهد این صدا خدا خواهد بعد 1 ساعت 2 ساعت در یوتیوب میبرد به این ملال میتونیم خدا خواهد اور نکنیم ناموس نکنیم همین عقل پیز زنت نمون گوش کرده بشی نکنیم خودت نتونی گفته همین نمون خدا خواهد این سایت دارد من نفرمد بای حاجی مرزا است بمون بای حضرت ایشان از خدا خواهد ایشان خدا خواهد انشاءالله علامه خودمو الحمدلله حضرت مفتی از عروس دارد ای سلوک بیمانی و بیتمیز مونده نه انی نمون ای ندرس تا ای خدا بدرس چیزای معنی تا باید کرد ولی ما کجای محفل بیدیم همه میگریزه بیمانو این اومد ای کجا تو کجا نگریزه خدا خواهد انشاءالله خدا باید تنها نپرسد که تو گریختی تو خدا خواهد نشینیدی نشینوی جزا مقرره اینه نبرد بجای خدا خواهد اهل ایمان دولت بریده رفتن همین چند جای صحبت نگذارنه بگر از اگر هم خدا خواهد اعتصابی مدلوگر خدا خواهد گوارنگی تمیل رفت اگر یک ملو مدلو همه تاکتا نشینه همش نبینه با ملو من ایمان ملوها بیخلصه من سای احساد پیش کردم همه ایمان ملوها را بیخ بودن ایمان دولت هم بیخ بودن و بیچاره همه با خدا خواهد به ایمان و محبت زبادن بیچاره شده خیلی که خدا خواهد بجای میشنه یک عالم اومده است نبوتم برم و چرا عکس نمیگوید میده که شما هر یک خونتون و میگم دیالینا زار تبیو دختر تبیو اخ تبیو دودر تبیو گوارنگی تبیو میره کو نوس نکرد و سخن خدا و رسول خدا خواهد میگیرید ولی گریزو تا خدا نشون نمیاد ولی بعد میبینیم خدا خواهد انشاءالله کی حقه کی ناحقه انشاءالله در این هفته خدا خواهد من انشاءالله برادران یک چند خیرها کردم برای خدا خواهد مسجد ما الحمدلله بیادر شکر هر روز خیر انسان زیاد شده است الحمدلله الله سبحانه و تعالی خیر انسان کننده و بدرگاهش قبول کند خدا خواهد انشاءالله اگه دهقان $100 اخراج که $100 یک برادر از سوق 100,000 سوم زیادری مصطفی 5,000 بود یک برادر 200,000 سوم ابراهیم خوجه برادر ما از دهه قزلکاب 200,000 سوم صابر جان 5,000 روبل توختیف آخون جان 200,000 سوم اکمل برادر از قزلقیاب 1,000 روبل یک برادر 10,000 روبل علی محمد زینال جان خدا خواهد 10,000 روبل یک برادر 5,000 روبل یک برادر 5,000 روبل
امروز تیمرالی که بعد از اینکه وفات کردن خدا جاشون جنت کنه، بچه 18 ساله بودن، اهل ایمان، نماز میخونن، خیلی تقاضای امور. پدرش خدا خواهد 10,000 در حقش دعا کنیفتن، می برادر خدا جاش جنت کنه انشاءالله، قبرهاشون پر نور بگردانند. یک برادر 1,000 روبل، یک برادر 1,000 روبل، یک برادر سلطانبایف اول طرف کشتوت، یعنی یک برادر قرغیز بود 200,000 سوم، یک برادر 15,000 روبل، یک برادر 100,000 سوم، یک برادر 150,000، یک برادر 50,000. احمد بگ گفت یوسف بگ 200,000 سوم، یک برادر از روان 1,000,000 سوم، یک برادر پدرش دعا کنفتن 500,000 سوم، قهار جان پدر مادرش دعا کنفتن 200,000 سوم، اسامیدین و رمزیدین 5,000 سوم، سراجیدین و فیروز جان 10,000 روبل، معلم مکتب 14 انشاءالله خدا خواهد. این مظفر جان دیگه برادر معلم 100,000 سوم، اکی عبدالاحد 100,000 سوم، اکی حمرالی از لمبورگ 100,000 سوم، خب نشان و حلیم 100,000 سوم، قمریدین و فرید جان یعنی 400,000 سوم و یک برادر در بازار 100 دلار داد. برادر انشاءالله خدا خواهد نامش در خیلی ویشیدگی نیست. یک برادر به 100,000 سوم موزه در راه انشاءالله خدا خود برای عبودی انشاءالله مسجد. همین برادران در این هفته انشاءالله خیر کردن. انشاءالله این هفته خدا اگر نصیب کند پیلتای مسجد با آخر میرسد انشاءالله خدا خواهد. پیلتا امروز سر کردن با چیلت دیگر پیلتا میوریم از متخصصا خدا خواهد فرمانه اجازت گرفتیم. جایی بعضی مجلسش نه میمونه بعد بالاش دیگه نه خدا خواهد سیمی ریخته خدا خواهد مسجد بالاش محکم کرد در اون کار سر میکنیم که انشاءالله خدا خواهد درش اتپلین نمیشه خدا خواهد. یک قسم اسمنا ای مهمونو ای مرغیلو دیده برفتن اگر بچه‌ای که متخصص باشه مرحمت کسانی که اتپلین کردن میتونه خدا خواهد انشاءالله شرط نیم مهمونو گیروندن خدا خواهد انشاءالله اگر درای خدا برای خدا خدمت میکنیم که همه متخصصی مرحمت حق نمیتیم انشاءالله برای دعوت میکنم کشیدگی من جایی که 10 میلیون میشه یا 5 میلیون میتیم چند میتیم ما همه روش آورده تیور کرد میتیم تو کشیده خدا خواهد تیور کرد و ما تیور کم نکن این خدا خواهد برادر در دریزه خدا خواهد 3-4 تا بچه ها الحمدلله میون بستن شورا جان اپاراتورش من میتیم عبدالله خدا خواهد 3-4 تا بچه ها خدا خواهد انشاءالله بعد مسجد بالاش محکم کردن در دریزه سر میکنن انشاءالله ما خدا خواهد متریال دست کرد میتیم همین هفته خدا خواهد الحمدلله همیشه با پیشیم خدا خواهد الحمدلله همیشه همه خلق خدا خواهد انشاءالله هر روز خدا خواهد 30-40 تا بچه ها برمده کار دارن از مهمونا و امروز مهمونا 15 تا گفتن همسیف هستیم توش گذرانده من گفتن دامنا زنگ زنه کوری اگر وزنی تر شود ما 15 تا خدا خواهد اهلی خدا خواهد نمازخانه هستیم خدا خواهد از قلعه بالا رفته خدمت میکنیم همه آرزو دارن الحمدلله بیاد شکر شما هم انشاءالله شیار زمین ها همیشه در آرزو باشین همیشه این خدا خواهد خیر داد در یگان دیگه دور نمیشه آدکر چون که بعدی ما شما همه میرین دنیا ترک میکنید چون که مسجد خدا خواهد عصرها بلکه 5-10 عصر خدا خواهد خدمت میکنید مسجد میشه روز میشه که دروازه محکم میشه بعد پشیمان میشه نگو که افسوس خدا خواهد یک بار اومده کار نکردم نگو که افسوس یک سال در خدا ندادم این احسانا را اجرش الله میگه من نمیدونم یگان کس نمیده احسان چون که خانه خدا خانه خودشه کسی که خدا خواهد زائران میدونن در این خانه و تحیت مسجد میخونن در حقی تو ثوابش میبخشن همین تحیت مسجد ثوابش اول بخشن کسانی که آباد کرده همین مسجد آباد کرده رفتن چند قدر بابامو ما خدا خواهد عبادت داریم ما آباد میکنیم دیگر داریم باقی که نگه پیشینگان کاشتن پس آیندگان میوه برداشتن چون کاشته شد بحری ما چند چیز ما بحری دیگران بیکاریم نیست ما هم که بکنیم بحری دیگران و یا کاشتن ما خودیم ما کاشیم و یا هم انشاءالله بخرم و یا هم با یک عبادت لحظت طاعت انشاءالله عبادت کنم در اینجا صحبت با پایان میرسونیم بسم الله الرحمن الرحیم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. پاک و پروردگاران چی مسائلی که ذکر کردیم اولا به هر یک مایان عمل کردن و میسر بگردانی. خداوند اگر در این دوره‌های دجال ما اگر حضور داشته باشیم، پروردگارا از این بعدی دجال ما را نگهدار. در دم‌های مردن و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله امور را ختم شدن اله خداوند خود نصیب بگردان. آنانی که خیر احسان کردند، آنانی که در اینجا دست برداشتیم پروردگارا چی مقصد و چی آرزوها دارند، خواه دینی است و خواه دنیای الها به فضل و کرمت برآورده خیر بگردان. بیمار الاسلام خداوند خود شفای کامل، قضا الاسلام خداوند خود نجات، به فرزند الاسلام فرزندهای صالح و صالح کرامت نمایید، به بخت الاسلام بختانش نکشاده بگردانی. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک دعا هستند، الها قبرهاش نکورون آخرتشون آباد بگردانی. آنانی که در سفر هستند عزم سفر دارند، الها سفرهای باقرار، صحت بودی سلامت، با کیسه‌های پر، باریهای سرخ، نزد خاندان، نزد وطن عزیز برگشتنش الله نصیب بداری. سوداگران را در سوداش، هنرمندان را در هنرش، کسب و کاران را در کسب و کارش، دهقانیان را در دهقانیش، طالب علم ها را چه علمی دنیایی چه آخرتی باشد اله خودت برکات تا نمایی. در آینده عالمان و خاریان با عمل و متخصصای خوب شدن نزد یعنی دهات نزد وطن عزیز خدمت کردنش الله اله سزاوار بداری. خدا ما در تمام دنیا تینجی آرامی یکدیگر فهمی صلح و امنیت لا اله برقرار بداری. رئیس جمهورم خدا ما خودت عمری دراز، رزقی فراخ، تنیسیت، خاطری جمع، از هر گونه بلاهای ارضی و سمایی اله در پناه خود نگهبان باشی. تا رئیس ناحیه‌ام از برای بهبودن زندگی مردم سعی کوشش دارم، اله در سعی کوشش آنها برکات عطا نماید. این جمهوری ما و شما را مثل جمهوری پولیسدار شدنش را الله اله سزاوار بگردانی. و این استقلالیت آزادی که در دین و دنیا نعمتی بسیار داد اله تا قیامت پایدار می‌داری. پروردگارا در تمام دنیا تیمدی بهنی پادشاها هم دیگر فهمی در فلسطین که چقدر برادرها در عذاب هستند، پروردگارا خودت همون برادرها را دستگیر بگردان. پروردگارا آنانی که برای نقشه کشیدن برای محو کردن دین اسلام در نقشه هاش خودت سرنگون شو بگردان. پروردگارا این قرآن عظیم شد در تمام ادیان دنیا قانون شه اله و استوار بگردان. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق انت خير الفاتحين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا وقتای نماز من در تبلاس بدون خلافت تلفنون در زبط کرد استفاده کنید. تا جمعه دیگر در کیس